در سال 8 هجری در زمان خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه خشکسالی عجیبی رخ داد، گشنگی و قحطی که 9 ماه ادامه داشت. در همین حالت گشنگی و خشکسالی و قحطی روزی ناگهان اهالی مدینه صدایی را شنیدند. همه از خانه ها برآمدند، دیدند که حضرت عبدالرحمن بن عوف با قافله تجارتی که از منطقه شام آمده بودند و با 700 شتر بار مواد خوراکی و غیره وارد مدینه منوره شدند. تاجران از هر طرف جمع شدند، هر کدام قیمتی میدادند، هر کدام آماده بودند که با چندین برابر فایده این قافله را خریداری بکنند. اما عبدالرحمن بن عوف توجه نمی کردند. کسی گفت چه کسی از ما بیشتر از شما میگیرد؟ عبدالرحمن بن عوف گفت الله ایره از من بیشتر از شما میخرد، او با 10 برابر بیشتر از شما از من میخرد. انجایی که او میگوید من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، هر کسی کاری نیکی را انجام بدهد برایش 10 برابر خواهد داده شد. بعد تمام اموالش را در اختیار امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه قرار میدهد، میگوید ایرا بر اهالی مدینه منوره تقسیم کن. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند فوالله ما بات لیلتها فی المدینه جوعان، به خدا قسم آن شب در مدینه کسی گشنه خواه نشد. هنگامی که این قافله عبدالرحمن بن عوف بر اهالی مدینه منوره تقسیم شد و الان مردم غزه از گشنگی میمیرند، چون هر روز خبرها میرسد که در قرن 21 هر روز 11 الی 15 نفر در غزه از گشنگی میمیرند. هر روز در پیش روی 55 کشور اسلامی. آیا در این امت مانند عبدالرحمن بن عوف پیدا نمی شود؟ بلکه میلیون ها نفر یافت می شوند که سرمایهشان هزاران برابر از عبدالرحمن بن عوف بیشتر است. کمبود سرمایه نیست، کمبود غیرت بر دین الله است. غیرت دینی نشان شهامت و مردانگی است، نشان همت و اصالت است، نشان عزت و کرامت است. اگر غیرت دینی باشد دشمن هرگز جرأت نخواهد کرد که به مقدسات ما دست درازی بکند، حرمتهای من و شما را زیر پا بکند. اگر غیرت دینی باشد دشمن هرگز جرأت نخواهد کرد که موحدین کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله را تحریم کند و گشنه نگه دارد. لذا غزه را با 3 کار میتوانیم یاری کنیم: با مال، با دعا و تحریم محصولات اسرائیل و حامیانش. این حد اقل کاری است که میتوانیم برای آنها انجام بدهیم. یادتان باشد هیچ اشغالگری تا ابد باقی نمانده است. این جنگ الان که من فکر میکنم این نه در دست مجاهدین غزه است و نه در دست اسرائیل است. الان گپ از این گپا گذشته است. الان این جنگ در اختیار الله است. معلوم نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد. این قدر مقاومت با عقل جور نمی آید. در طول تاریخ هیچ کشوری در جهان اینقدر مقاومت نتوانسته بکند که اینقدر باروت بریزد، اینقدر بمباران شود، از زمین و هوا ویران شود، مساجد، خانه ها همه با زمین یکسان شود. اما باز هم مقاومت، باز هم غزه ایستاده است، باز هم مجاهدین غزه می جنگند. اعلان نکردند که ما شکست خورده ایم. اگر معجزه‌ای می بود من فکر می کنم این یک معجزه است. الله به من و شما نشان میدهد کرامتی است. میبینن با چشمان خودش طفلش از گشنگی میمیرد، میبینن با چشمان خودش که مادرش الان دیگه آخرین لحظات و نفسهایش است. نه جای را اله میکنند، نه مقاومت اله میکنند و نه گپ ضعیف میزنند. من فکر میکنم الان دیگه همه چیز دست الله سبحانه و تعالی است. معلوم میشود که الله میخواهد توسط این گروه کوچکی در غزه، این چند نفری که باقی مانده است،
اسرائیل را به خاک و خون بکشد. والله باورم این است، اینطور یک احساس آمده است در دلم که من امیدوارم که همینطور شود.